به قول فریدریش نیچه، انسان تنها زمانی قدرتمند می‌شود که به خود فرمان می‌دهد. و باز هم دیدگاهمون نسبت به قدرت غلطه. ما فکر می‌کنیم با کنترل دیگران، تسلط بر دیگران قدرتمند میشیم و همین باعث میشه که از درون خودمون بیخبر باشیم. بدون اینکه کنترل خودمون رو اول به دست بگیریم، می‌خوایم کنترل دیگران رو به دست بگیریم. و بدون اینکه شما بتونی اول خودت رو کنترل بکنی، قدرت امکان ناپذیر می شود. من آریان ایوزخانی هستم، با پادکست شخصیت قدرتمند 2 در خدمتتونم و همینطور که میدونید لازمه این پادکست قسمت قبلیه، یعنی شخصیت قدرتمند 1. پس اگر اون رو گوش نکردید درکی از این نخواهید داشت. خب، نتیجه گیری که توی قسمت اول کردیم این بود که باید یک فضای عزت نفس درون خودمون ایجاد بکنیم. وقتی با بحران مواجه شدیم، به جای واکنش نشون دادن وارد اون فضا بشیم. بدونید بهترین تاکتیک ها با آنالیز شروع می شود. خیلی از مسابقات فوتبال، مسابقات ورزش‌های رزمی، همیشه دو تیم قبل از شروع مسابقه همدیگر رو آنالیز میکنن، نقاط قوت، نقاط ضعف و تاکتیک های همدیگر رو شناسایی میکنن. در روابط شخصیمون، در روابط کاریمون هم باید از همین آنالیز استفاده کنیم و این از اون قاعده مستثنا نیست. وقتی با بحران مواجه شدیم، وارد فضای عزت نفس درونمون میشیم. به جای واکنش نشون دادن، عقب نشینی میکنیم کجا؟ درون خودمون و شروع به آنالیز کردن میکنیم. سوالی که خیلی ها پرسیدن این بود که چگونه وارد اون فضا بشیم؟ چون سخته. ما وقتی با بحران مواجه میشیم دوست داریم واکنش نشون بدیم. یک خلایی ایجاد شده، دوست داریم با واکنش نشون دادن اون خلأ رو پر بکنیم که دقیقاً همین نابود کننده قدرت شماست. بدونید آدم ها با گره های درونی خودشون درگیرن، نه با شما. وقتی کسی یک چیز بدی به شما میگه، در مورد شما نیست، در مورد اون گره عاطفی خودشه، در مورد اون خلأ خودشه. ما هممون یک جور گره هایی داریم که توی 3 پله 3 مرحله به ما غالب شدن. بعضیاش در سرشت شخصیتمونه، بعضیاش در کودکیمونه همونطور که گفتم، و بعضیاش از تجربیاتی که در بزرگسالی کسب کردیم، آدم‌های اشتباهی که مواجه شدیم، شرایطی که توش قرار گرفتیم و اینها در ما گره هایی ایجاد میکنن. پس وقتی یک نفر یک چیز بدی به شما میگه، برای شما بحران درست میکنه، در واقع میخواد به گره درونی خودش شما رو هم گره بزنه و شما دقیقاً با واکنش نشون دادن خودتون رو با اون گره میزنید. پس اولین قدم، شما وقتی واکنش نشون ندی، از اینجا شروع میشه. وارد فضای عزت نفس درونی خودت میشی، اونجا مستقر میشی. چون توی پادکست طبیعت انسان قشنگ بهتون توضیح میدم که ویژگی‌های رفتاری انسان‌ها، رفتارهای سمی انسان‌ها، اتفاقاتی که میفته و باعث میشه که واکنش نشون بدیم، اینها راجع به شما نیست، خلأهای اون فرده. و ما اشتباهی که میکنیم با واکنش نشون دادن، خودمون رو با گره اون شخص گره میزنیم، پا به تله میدیم. پس اولین قدم، بدون واکنش وارد فضای عزت نفس درونت میشی که توی پادکست طبیعت انسان به شکل کامل توضیح خواهم داد که چرا اصلا هر ویژگی شخصیتی، هر رفتاری مثل حسادت، مثل خشم، مثل خیانت چرا اتفاق میفته و موضوع شما نیستید، موضوع گره های عاطفی اون فرده. اینها رو توی پادکست های طبیعت انسان بهتون توضیح خواهم داد. وقتی وارد اون فضا میشی با این درک که من نیازی نیست واکنش نشون بدم، نیازی نیست من هرس بخورم، این موضوع شخصی نیست، این موضوع از خلأ اون فرده، نه کم و کاستی من، دیگه ببینی که واکنش بی‌معنیه و وارد اون فضای عزت نفس درونی خودت میشی. دیگه هرس نمیخوری، چون یک فضایی درون خودت داری، میدونی یک پله از بقیه بالاتری. اونها با گره‌های خودشون درگیرن، از گره‌های خودشون، از خلأهای خودشون ناآگاهن، اما شما هم از خلأهای خودت هم از گره‌های آنها آگاهی. پس نیازی نیست هر چیزی رو واکنش نشون بدی. وارد اون فضای عزت نفس درونی خودت میشی. اونجاست که بعد از مدتی که احساسات خاموشه، خود واکنش نوعی احساسه و وقتی اون احساس خاموشه متوجه میشی که الان نیاز کدوم تاکتیک رو پیاده بکنم، کدوم استراتژی رو آغاز بکنم، که توی پادکست سری استراتژی قدرت در حال آموزش دادنشون هستم. فعلا خشم رو گفتیم، حضور غایب رو گفتیم و غیره. پس وارد فضای عزت نفس درونیت میشی، عقب نشینی میکنی، همونطور که گفتم شروع میکنی به آنالیز کردن بحران، آنالیز کردن اون فرد. به جای واکنش نشون دادن تو درون خودت مستقری، اون داره فریاد میزنه، وضعیت بحرانی بدیه میدونم، اما تو درون خودت یک فضای قدرتمندی داری که هیچ چیز و هیچ کس تکونش نمیده. اساس و آغاز قدرت اینه.
شما اونجا تصمیم میگیری که نیاز چه استراتژی رو آغاز بکنم و بهترین حرکت، بهترین گام برای کیش و مات کردن اون فرد یا اون شرایط چیه. شاید سرباز خشم، شاید اسب اغواگری یا شاید هم وزیر سکوت. تنها دلیلی که باعث میشه ما نتونیم وارد اون فضای عزت نفسمون بشیم واکنش نشون دادنه که از احساسمون ریشه داره. احساس خشم میکنی، میخوای خشم رو تخلیه بکنی. بهت خیانت شده، احساس میکنی حقوقت نادیده گرفته شده، میخوای جوری تلافیش بکنی. یک نفر یک چیز بدی بهت میگه، احساس میکنی که اگر جواب ندی با اون خلأ نمیتونی کنار بیای. دقیقاً اینها ویژگی هایی هستن که شما عزت نفس درونی نداری یا اگر داری ضعیفه، پس باید ایجادش بکنی. توجه بکنید این به این معنی نیست که هر کی هر کاری با ما کرد، هر بلایی سرمون آورد واکنش نشون ندیم. هدف اینه که واکنشمون غیر ارادی نباشه. هدفمون اینه که واکنشمون استراتژیک باشه. پس علت این که درون خودمون مستقر میشیم اینه که آنالیز بکنیم کدوم واکنش بهتره و واکنش رو نشون بدیم. ما بالاخره قرار واکنش نشون بدیم، اما صحبت ما واکنش نشون ندادن نیست. صحبت ما واکنش سنجیده شده است. تاکید میکنم بهترین استراتژی ها آنهایی هستند که احساس درش وجود نداره. پس نباید خیلی رو راست بود. به جنگل برید و درخت های راستقامت رو ببینید، همه قطع شدن و تنها درخت های پرپیچ و خمن که سالمن. این هم به انسان ها صدق میکنه. قرار نیست تمام احساساتت رو روبازی بکنی. قرار تمام احساساتت توی اون فضای عزت نفس درونیت آنالیز بشه، حذف و اضافه بشه، تایید سازی بشه و اون چیزی که تایید شده رو شما به هدف کیش و مات کردن استفاده بکنی. یه خورده مبهم بود براتون که چجوری اون فضا رو بسازید. بهتون گفتم با عقب نشینی کردن، با خاموش کردن احساسات، با واکنش نشون ندادن وارد اون فضا میشی، شروع میکنی به آنالیز کردن شرایط که کدوم حرکت بهتر من انجام بدم برای کیش و مات کردن شرایط سخت و بحرانی که توشم یا کیش و مات کردن دشمنی که سر راه هم قرار داره. هدفمون بدونید این نیست که ما کلا واکنش نشون ندیم. هدفمون اینه که واکنش احساسی نشون ندیم. هدفمون اینه واکنش هامون استراتژیک باشن، احساسی و در آن واحد، در آن لحظه نباشن. اوکی؟ پس ما نمیگیم واکنش نشون نده، ما میگیم واکنش غیر ارادی نشون نده. حتما چنل روبیکا رو داشته باشید. تمرین هایی که میذارم برای چگونه ساختن اون فضای عزت نفس ببینید، انجام بدید و ازتون گزارش خواهم گرفت. ممکنه دوستت چیزی بهت میگه نیاز باشه واکنش غیر ارادی نشون بدی، اونجا میری فضای عزت نفست به جای واکنش نشون دادن. ممکنه فضای کارت یه بحرانی درست بشه، ممکنه توی زندگیت با یک چالشی مواجه بشی و